تا. برای بلوز بندینک دار توی لباس جا دکمه از لباس حذف میشه، به جاش بندینک میخوره. اینجوری نیستش که تو جا دکمه هم بذاری بندینک هم بذاری، لباس گشاد میشه. جایی که میخواد ببین ما توی لباس رو هم خور اینجا مگه جا دکمه نمیزدیم؟ برای جا دکمه اینجا CF بود، اینجا دکمه خور بود دیگه. من الان میخوام به جای جا دکمه بیام بندینک به لباسم بزنم. وقتی که میخوام بندینک بزنم یعنی چی؟ یعنی فضا این بندی که میخوره این از لباس باید حذف بشه، اینجا به جاش بندینک بشینه. پس میام چه کار میکنم؟ بعد روی این لباس ما نیاز به 2 تا الگوی جلو داریم. چرا؟ روی یه دونه جا دکمه اعمال میشه چون میخواد دکمه بخوره روش. ببین این سمت لباس و این سمت لباس قراره بیاد رو هم، این قراره بندینک بخوره، جا دکمه نمیخوره. ولی به این CF من فضای دکمه خور رو اضافه میکنم. چرا؟ چون میخوام دکمه روش بدوزم. پس فرقی که توی لباستون میکنه اینه که سمت چپ نامتقارن میشه، سمت چپ. ولی ما میتونیم قرینه برش کنیم، بعد بهتون میگم چه کار میکنیم. سمت چپ لباستون روی به CFش فضای دکمه خور اضافه میشه، سمت راستی که ما جا دکمه میزدیم از CF برش میزنیم، ولی موقع دوخت سجاف بهش بندینک اضافه میکنیم. خب حالا میخوایم قرینه برش کنیم، اون نامتقارن نشه که من باز بذارم با 2 تا الگو بخوام اذیت بشم. چه کار میکنیم؟ زمانی که الگو سازی تموم شد من هم خط CF رو با سجاف رولت میکنم، هم خط یقمو با دکمه خور رولت میکنم. هر 2 تا خط رولتش رو دارم. رولت کردم تموم شد، میخوام دوخت کنم سمت چپ لباسمو. زمانی که میخوام دوخت کنم میام اینجا CF رولتش رو دارم دیگه، اینجا رو دوخت میکنم، دکمه خور رو دوخت میکنم، تموم. ولی سمت راستمو بندینک‌ها رو توی لباسم میذارم و میام CF رو دوخت میکنم، اینجا رو قیچی میکنم، دور میریزم. این راحت ترین روشه که شما غیر قرینه برش نکنی، درد سر بیفتی. نهایتش اینه که یه سمت بدنت که سمت راسته یه 2 سانتی اضافه داره که قیچی میشه، دور ریز میشه. میتونی این کارو